ما یک مقدار با فاصله میذاریم، اینجا میذاریم، سلرینگ دومم جا میزنیم. پس این اختلاف خیلی کم و به اندازه شاید حالا 5 دهم یا 1 سانتی متر، همین هولوش. بازم در نظر بگیرید که قرار روبرو گژمپین وصل نشه. برسیم به رینگ شماره 2 که گفتیم کاملا مشکی رنگه. ما اینجا رو پر کردیم، میایم اینجا رو مد نظر میگیریم، رینگ کمپرس دومونو میاریم میذاریم روی این قسمت. میخوایم یه جوری رینگو ببندیم که زاویهش رعایت بشه. در انتها میمونه رینگ کمپرس 1. خیلی راحته دیگه. رینگ کمپرس 1 رو شما راه براش زیاد دارید، میتونید اینجا ببندید، میتونید اینجا ببندید. قراره که 2 تا رینگا رو که زمانی که بسته میشه اینجا قرار نگیره، یا 3 تا رینگا که قرار بمونه قرار روبروی هم قرار نگیره که روغن از اینجا نفوذ کنه بیاد بره بالا. اینجا رو داریم، اینجا رو داریم، پس میتونیم اینجا رو مد نظر بگیریم. رینگ کمپرس اولمون. من عذر میخوام کیفیت ویدیو زیاد جالب نیستش، منتها فکر کنم از روی توضیحات شما متوجه شده باشید که گفتیم که گژمپین اگر اینجا قراره بمونه، جای به قول رسیدن رینگ ها مقابل گژمپین نباشه، چه از این طرف چه از اون طرف. اینو رعایت کنید دوستان، چون روی کمپرس تاثیر داره، روی روغن بالا آوردن. یک موقعی اگر جفت رینگا، این شیار رو که الان میبینید، این شیار به این مدل بخواد بمونه، عملا شما اینو آب بند نکردید. ببینید به این شکل میان قشنگ کنار هم میمونن. این یه تیکه رو آزاد میذاره و کمپرس رد میشه. روی رینگ فنریمون و سلرینگمون هم که گفتم چجوری بخوایم انجام بدیم. موفق و پیروز باشید دوستان.